یه بنده خدایی برای یه چیز دیگه‌ای میگیرنش، همون بنده خدا. بعد ایشون اصلا واسه یه داستان دیگه غیر فوتبال گرفته بودن، میرن تو خونه و اینا میبینن اوه مثلا $200,000 و کلی یورو و سکه و فلان و اینا هست. تو حوزه جادوگری فعالیت میکرده این دوست عزیز که میشناسید و اهالی فوتبال هم خیلی خوب میشناسنش. برای کار غیر فوتبال گرفته بودنش، انگار توی دادگاه اعترافاتی که میکنه، همین آقایی که توی فوتبال خیلی میرفتن پیشش و نمیدونم یه چیزی مینوشت براشون و یه کارایی میکرد که بازی در بیاد، برای بازیکن کلین شیت کنه، برای مهاجم گل بزنه، وقت این مربی واشه تیم بگیره همیشه و تیمه ببره و اینا. اعتراف میکنه که آقا 4 تا مربی، 5 تا مربی، چند تا مربی اینجا پیش هم میومدن از این کارا میکردن و اینم حالا نکاتش و اینم اسنادش و اینها. و اونم به نظر میاد که دستور موقتی برای 4-5 تا مربی تو این زمینه. بعد از اعترافات اون دوستی که تو حوزه جادوگری فوتبال، البته فوتبال مثل که بیزینس کوچیکه بوده، حالا بچه‌ها میگن زیاد در مورد این بازیکن حرف، بابا چی حرف میدید؟ میگن نه، میگن راجع به بنده خدا زیاد حرف نزن، ولش کن. همین بنده خدا خب اعتراف کرده که آقا مربی فوتبال هم بوده تو مشتریای من و حالا اینا هم دستور موقت گرفتن، اسامیشون که بیاد بیرون چند روز دیگه متوجه میشیم که چه عزیزانی هستن که سعی می‌کردن از یه مواهب دیگه غیر فنی هم بهره